الو. الو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هستی برادرم؟ الحمدلله برادر. سلامت باشی. بخش زیاد که تلفن کردیم من با درس مشغول بودم، نه بیشتر باز کردم تلفن کردم که بفکرم بهش تلفن نبودی و که او من کمی تلفن به یک طرف گذاشته بودم، همین ذریعش کم است، به ذریعه گذاشته بودم ندیدیم. خوب خیر است انشاءالله. بعد تلفن کردیم موقعی بچه بودیم دیگر نمیتونستیم که صحبت بکنیم. به صورت خیر است انشاءالله. بله، نسبت به اون چیزی که شما پیشنهاد کردید برای بحث و گفتگو، انشاءالله بحث و گفتگو شاید اگر وقت دیگر بشود، زیرا که از مشکلات بعضی هست که خدا بکنیم. بله، بعضی چیزهایی هست هم از دیدگاه عقیدوی هست و هم از دیدگاه چند دیدگاه هست. به هر صورت که اون اشتباهی که شما مثلا کردید که شخصیت رو دادر ما خوندید، شما فهمیدید نه؟ بله برادر، من خیلی که اکی محمدشریف عبدالعلیم شما اینجا بیان کردید که تحقق نکرده سخن کردید. حادثه چه خیلی شد، من برای شما مختصرا میگم که ما قطعی برادر شما بحث کردیم، همون محمد طاهر قطعی ما بحث کرد و البته که تسجیل در نزد برادر شما وجود دارد و در نزد من هم وجود دارد. شما خطا فکر کردید که گویا من قطعی شما بحث کرده باشم. من در تسجیل گفتم که قطعی محمد طاهر صحبت کردیم و بعد از این 16 دقیقه صحبتی که به ما رد زدند، گویا که در اینجا تهمت ها و سخن های غیر علمی و غیر حتی سبحان الله یعنی انسانی در بعض جاش استفاده شده است. ما یک چند وقت از برادر رو سوال کردیم که همین کی است همین انسان، برای که نام ندارد چی ندارد. گفتن همین انسان برادری محمدشریف عبدالعلیم محمد طاهر است. ما گفتیم چرا؟ برای اینکه گفتن این وقتی که خودش میبرد آوازش رو این طور میکند، وقتی که در گروه میبرد آوازش رو این طور میکند، به خاطر همون دین اسان است. و البته یک چند دیگه سخنوش آوردند و سخنوش قیاس کردند و بسیار بچه‌ها طالب علم ها همین چنین بیان کردند. من از سخن اونها گرفتم رد زدم، لیکن اساس چی است میدونین؟ اساس همین است که او ردی که به همون انسان زدیم، همین رد به خودی برادرش ما 100% موافق اومد، برای اینکه ما پیشتر میدونستیم. شما مثلا اشتباه بزرگ کرده گیس موافق شرع باید همین ثبت را من پیشنهاد میکنم که اگر کتاب نیستید میتونید که دلیل کنید، زیرا اینکه ظلم هست، نام یک کسی دیگر یک کسی دیگر نمیشه که کسی رو بیارید بگید که 100% همون فلان از گفته و در یک کسی دیگر ادیه را بتید فهمه رو دارم. از این حساب شما میتونید که این ثبت رو نابود کنید و از سر نو همون بگیم دو درچه رو رد کردنی که هسته مخصوص خچه ساوت چه میوبید یا که خچه رد میکنید چیزی میکنید خودش بکنید فهمه بردار، لیکن اون انسان از بین ببره، زیرا که شما در حق اون انسان ظلم کردگی هستی و اون را بعد ضبط که کردید با برنامه خودش ضبط کنید. ببینید محمد شریف بگیم چیزی امانت داری است. ببینید محمد شریف عبدالعلیم، سخن در اینجاست که انسان هایی که در همین باره تحقیق کردند، بچه های اهل سنت برادرو گفته استند که همون انسان هم برادر شما است، فقط آوازش تغییر داده برآمده است من باب امنیتش. نه، اون انسان اصلا الله شاهد است. خود دیگر میفهم، دیگر طالب علم است، من دیگر شرط نیست که تمام فهمیدم. الله شاهد است که با ما شاید یک چند پشت خشتواری نداره، تا پدرش نمیشناسه، بابیش نمیشناسه. شما خودی همینو میشناسین؟ خودی هم کیه؟ من اون شخصیت شخص رو میشناسم و حتی از سبش مونده نمیتونم، حتی من میتونم که سبش برای شما بمونم اون انسان چی گفتگی از منه. بعد از اون شما اون را دادر من اعلان کرده، او با من برآمد و حتی اکجان قندی که ابو محمد مثلا اکی من اعلان کرده است تو فلان گفته چی کرده است، حتی با همون برای ثبتی که داشت ثبتی که 16 دقیقه از شغمه گوش کردگی نیستم،
گفت همون ثبت مرا بتونی یک گوشش که ببین اگر اشتباهاتی داشته باشم اگر اصلاح هم بکنم گفتم حتی همین ثبت من دارم فهمو. بله او ثبت می شود که همون یگان چیز داشته باشد، می شود که همون یگان چیز به من داشته باشد، به من بدید من قطعی صحبت بکنم او کی است چی است چی میخواهد، برای اینکه بین جاهلانه صحبت کرده است. شما میگن طالب علم هستین، الحمدلله ما میدونیم طالب علم هستین، میگن میدونیم طالب علم هستین، یک نظر بکنین که از ابن عثیمین چه خیلی سخن میبرد و از ابن باز چه خیلی سخن میبرد و فقط از نام اونها سخن میکند. یک طالب علم باید یک مصدر داشته باشد، بدون مصدر فقط از نام اونها سخن میکند. از من خواهش کرد که هم ثبت مرا یا برگوش کنم 16 دقیقه گفت چند قای گفت یا برگوش گفت پس یگان چیزا باشه گفت بفهمون. من گفتم خیلی انشاءالله یعنی برای اصلاح کردن یگان چیزایی باشه گفتم انشاءالله وقت پیدا کردم گوش میکنم. متاسفانه وقتم بسیار کمتر است. فهمو ببینید شما ببینید محمد شریف عبدالعلیم، شما و برادر شما محمد طاهر و این انسان شما یعنی در صحبت کردن همچنین گفته ایستادین که گویا که ما بحث شروع کردیم و ما به طرف شما سنگزنی را شروع کردیم و شما به سوی آداب ما را دعوت میکنید، لیکن آیا میدونید که این بحث دیگر را شروع کردند؟ البته که شما شروع نکردید، لیکن برادر شما به من تماس گرفت و در مسئله دارالکفر و دارالایمان صحبت کرد که خطا کرد. میگوید که در بجای از آن ندا کرده شود. من امروز وقتی که صحبت ردیه که برای شما دادگی هستن اون را برای روان کرد، اون را حتی یک برادر دیگر روان کرد. من گوش کردم صداش شناختم و با تماس برآمدم گفتم که چی که بس که این تمام شدگی هست؟ گفت که بله من صحبت کردگی بودم. حتی من تا به امروز من نمیدونم خیلی قطعی صحبت کردگی. ببینید ماه رمضان، در ماه رمضان من ساعتهای 8 صبح هست، بعد از معروف است که شب خوب نمیکنید ماه رمضان، والله علم دهه اخیر بود، ساعتهای 8 صبح کسی به من تماس میگیرد. این اصلا قاعده غیر شرعی هست که یک کسی تماس بگیرد به نام یک آدم عادی، میگوید به من قطعی شما صحبت کردم، میخواد صبر بکنید به من. محمد بله میره شما قطعی همون شخصیت خودش میره گپ میزنه. من هر چیزی که گفتگی هستم از تماس‌های از صحبتایی که در یوتیوب دارم یا که از صحبتایی که بعضی برادرها دانشگاه صحبت میکنن از من هدیه کردنی کسی از همین ها بگی رد بکن فهمو. و من اگر که دلیل داشته باشم حتما باز برآمده برات میگم که دلیل من حالا رو یعنی باز من میفهمونم. اما اونی که مثلا یک کسی دیگر محمد طاهری قطعی خود چیکار کرد یا که این کسی دیگری که گروه اهل سنت است چه اهل حدیث است چی است اون قطعی شکایت اونها را شما باید قطعی همون چون صحبت کنید فهمو. محمد شریف عبدالعلیم، یعنی پیشنهاد شما این است که یعنی ما بحث علمی تنها به تنها هست یا که در بین مردم است نیو یعنی به هم دیگر رد میزنیم همچنین عمل میکنیم معامله میکنیم بوکه ندارد. برای که من یعنی پیشنهاد شما این است که من به شما کمی پیشتر صحبت کرده بودم، من به شما پیشنهاد کردم که بیایید در مسئله العذر بالجهل و التأویل در بین مردم یا صحبت بکنیم آنلاین پخش مستقیم یا که در بین طالب علم یا که تنها به تنها فرقی ندارد یا که حتی ارسال دلیل به هم دیگر اینش هم بوکه ندارد. لیکن شما اینها را قبول نکردین، یعنی میگین که شما من سخنهای شما را بگیرم رد بزنم، شما خواهین اگر رد میزنین هم خیلی میکنیم، یعنی اگر خواهید بوکه ندارد. اگر صحبتای ما غلط باشد خطا باشد شما رد کردید دلیلتون قوی باشد ما ان شاء الله ردتون میکنیم فهمو. تمام بوکه ندارد. چخیلی که با محمد جاوید صحبت کردگید چخیلی با محمد عزیز رجبی صحبت کردگید که اخیرش بی نتیجه است، دو جانب که تقریبا چند دقیقه‌ای مردم از زایه میکنه. اگر این طور بحث باشه بین من و تو هیچ اتفاقی نمیافته و ما یگان بگم فایده برای گوش کننده ها نمیافته. این معروف است. این صحبت ها فقط وقتی مردم از زایه کردن است. ببین زیرا که 50 دقیقه که شما با محمد جاوید صحبت کردگی است من تا به آخرش گوش کردم و یعنی شما 50 دقیقه مردم از زایه کردید. این از نظری محمد شریف اجازه بدید صحبت بکنید. محمد شریف که ما میکردیم با صوفیو که ما با داریم مثلا قطعی شرف الدین یا که مثلا قطعی شیعه ها و قطعی ها داشتیم، شما بحث اگر که میکنید با اون طریق کنید این به فایده مردم است.
این بحث که همین طور است. بعضی جدا از بحر تجزیه میگذاری تو اینکه به مردم فایده شود. یعنی که از بحر میگذاری اینه که میگن در ما ببینید محمد شریف صحبت اجازت بدید که ما هم صحبت بکنیم. شما هم مثل همونو صحبت اجازه نداده ایستادین. اولا هر کس به خودش مثل خودش معامله کرده می شود و طریقه محمد جاوید رو من خوب میدونم که اونها به چگونه طریقه میخواد که ما رو به چگونه به کدام مسائل مشغول مسازد و او بحثی که کردیم از جانب خودش رو ذبوح ندارد. لیکن مسئله دیگر اینجاست که مسئله صوفی یک گمراهی که اونها مسئله بحث رو ویران کردند اینجا آوردن و به یک طالب علم اهل سنت قیاس کردن، این خودش از جهلش. این درست نیست که ما اگر دعا میکنین که ادعا دارین که شما هم طالب علم اهل سنت هستیم، ما هم همچنین هستیم، بیاید دو طالب علم اهل سنت با وقت جای موقع حاشیه گذاری است. من همینجا چرا اضافه کنم؟ وقتی شما میگید که ما طالب علم اهل سنت هستیم، باز مثلا در سبتون چند بارها تکرار کرده گفتید که ما جهمی غلات هستیم. بس اینها رو بهش چه فرق کنیم؟ من به شما گفتم که من نگفتم که شما طالب علم اهل سنت هستید، خود شما دعوا میکنید طالب علم اهل سنت هستید. گفتید که مثلا شما طالب علم اهل سنت هستید. صحبت خوب گوش کنید، شاید تسجیل کرده شده باشید. من به شما گفتم ادعا دارید که ادعا معنیش چی است؟ خلاص ببینید از نظری ببینید از نظر شما محمد شریف از نظر شما من گویا که دعوا دارم و ادعا دارم که طالب علم اهل سنت هستم و از سخنهای شما همچنین برداشتم که من خوارج هستم و من دعوا دارم که طالب علم اهل سنت هستم، لیکن من خوارج هستم. از نظر شما، از نظر من شما دعوا دارید، شما ادعا دارید که طالب علم اهل سنت هستید، لیکن عقیده شما در باب جهل بالعذر، العذر بالجهل و التأویل عقیده جهمی ها هست و من میخوام در همین مسئله برایم صحبت بکنیم همچون یک دو طالب علم به وقت، در بین مردم به وقت. 3 دقیقه شما 3 دقیقه من، 5 دقیقه شما 5 دقیقه من. اگر نه بگویند بین همدیگر همین حاضر، یا که نگویند بیاید به من حجتی که شما دارین فقط ارسال بکنین، کتاب‌ها ارسال بکنین. قسم به الله چخیلی که خود شما گفتید که قسم میخورین زیاد، گرچه که شرعاً جایز است، نمیدونم چرا این کار میکنید. و ما همون من از اولش تا آخرش هر دلیلی که میفرستید میخونم، از علمای اهل سنت صفحه کتابش که فرستین و من هم میفرستم بخونین. انا میگم است. بله، این مثلا به اعتقادی که ما اهل سنت و جماعت داریم ضایع کردن وقت و ناجایز است. این از نظر ما طالب علمای اهل سنت این گریختن از بحث است. چخیل ما رو خوارج میگفتین از بحث میگرفتین؟ ما از بحث نمیگریزیم. سخت من دیگه هستم، نمیدونم که خود چی طور بحث میکنی فهمو؟ سبحان الله. نه اینو از روی ادب نیست محمد شریف. طعنه زدن از روی ادب نیست. همین اشتباه تا چی کردن از این ویدیو در اونجاش هم قرار میگیره؟ کدوم اشتباه را؟ همین یک کسی دیگر دادر ما ورده برآوردگی است، خیلی میایستادی ویدیو. نه، در این مسئله ما با هم دیگر صحبت میکنیم. ما البته که عدل طرف دور هستیم. شما ماندگی هستید در اونجا یک اشتباه کلان است. گوش بکنین. ویدیو را میگیرید با رادیو دیگه در جایی میگذارید. ما چیکار میکنیم؟ ما اگر در حقیقت خواهیم که اینو بگیریم، ما میگیریم، با که ندارد. ما این مسئله حتما میپوشیم به یک شرط. البته من میخوام نه مثلا اشتباه شما است. مثلا هر کسی که میشناسد گوش کنه میداند که مثلا در اشتباه کلان در همین ویدیو شما راه دادگی است. فهمو؟ از نظر ما اینجا تلبیس برفته است از نزد برادر شما خود شما از برادرتون بیخبر هستین. حالی انا همینجا گپ است. نه، او آدم که من میگم او آدم دیگر کس است. والله بالله قسم او آدم دیگر کس است. افهمو این خیلی باشد چیکار میکنیم؟ شما ببینین، شما همین چیزی که شما هم ویدیو که گذاشتین برادرتون گذاشتن پوکش بکنم و هم پوک میکنیم، با که ندارد. مسئله از نو شروع میکنیم. ما چرا پوک کنیم؟ از اما شما اشتباه شما را ما فهموندیم. شما را میگم که مثلا همین اشتباه را شما برداره، بعد رد بتید که در حقیقت که مثلا در اونجا ما اشتباه کردیم و بعد رد تا را بعد بتید. فهمو؟ این یک پیشنهاد است. تمام من حرکت میکنم. من ببینید این یوتیوب ها در دست من نیست. این یوتیوب بله، من این مسئله من باب عدل، من باب انصاف، من باب این که به ما برادرها خطا خبر داده من حرکت میکنم.
یوتیوب ها در دست ما نیست، لیکن با وجود این حرکت میکنم. این چیز پنج شد به نیوت بسیار زود. اگر اوز فرمون دیگه همه همون نابود شوند، همش نابود میشن. اگر بوجینه بیستن همش میستن. بعد خیره. بعد من مثلا شاگرد محمد هشام بیالی برآورده. من نه محمد شریف شما یعنی بسیار چیزا میگن که من خوب میفهمم. ما در همون تحصیل هم گفتید که در پیش اوچت میش اجتماعی بودیم اون بودیم. سخن‌ها را شما بینواد برداشت غلط میکردین، سخن توجیکی را برداشت غلط میکردین، یعنی اقلا ظاهری حقیقت ظاهری نمیگرفتین. ما گفتیم دادر شما انامین طاهر محمد طاهر هشام البیلی است استادش. فهمیدین؟ شما وجود هر کسی گوش کرده است مثلا نه مردم عادی باور بکنید، مردم عادی وقتی که سخن شما را گوش کردم به من بعضی دیگر چیزا هم گفتن، لیکن من مردم عادی گپش قبول ندارم. من خودم گوش کردم سخن شما را، من خودم گوش کردم، لیکن من مردم عادی به من دیگر چیزا هم گفتن قبول ندارم. شما خوب یک بار دیگر گوش بکنید که من کی را گفتم. دادر شما در نزد هشام البیلی میخواند و هشام البیلی در نزد من یک غولی است. هم از نظر خودی مدخلی ها و یک غولی میگند، من از علمای خودی همون گرد اطراف مدخلی ها از رسولان و دیگرها سر کرده و هم از نظر عقیده اهل سنت و الجماعت. من خوب میشناسم هشام بیلی و تاریخش رو. که محمد طاهری یک محمد یک چیز دیگه است، چند سوالات دادگی است. خوش دارم سوالای همون را جواب بده. نه من اون سوالا را دیدم. اون سوالای کودکانه است. میگوید که چند سال تا چند سال در کجا بودی. ببین محمد شریف، نه ما سوالای شرعی برای ما واجب است که جواب بدیم، لیکن او میگوید که تو چند سال بودی. ببین من نه محمد شریف انصاف چیز خوب است. برادری شما را من سوال دادم، تسجیلش در نزد من است که استادت بگو استادت کیست؟ میگوید که استاد ما حمزه وصل است. استاد ما گفته نمیتوانیم. شخیل برادر شما استادش نمیگفته است. ببینید استادای ما معروف است، نوشتگی هستیم. چرا برادر شما استادش نمیگفته است و برای ما شرط میگذاشته است؟ این نامعقولی را برادر به دیگر کسا میکنه. این خیلی نمیشود برادر. خب دیگر اختیار دارید، او را جواب میدید نمیدید خلاص ان شاء الله. ما اختیار داریم نه من باب انصاف. یک کس اقلا در گوجا خوندگی است یک کلمه نمیگفته است. این چی انصافه؟ گوش کن. وقتی که من وعده که ان شاء الله من تماس میبرم گفتم نه بگه تلفنم کردی گفتم که تماس میبرم نه. بله برام خاطر من خود تلفن کردم و گفتنی هستم که بین من و تو بحث و این چیزا هیچ فایده نه به اسلام است نه به دین است نه به چیزی. برام خاطر ان شاء الله هر چیزی که میخواهید ان شاء الله یوتیوب در اختیارتون هست. اما اون اعتقادی که ما دربارتون داریم اون اعتقاد من در سب گفتگی هستم و شما هم دیگر آزاد هستید. چطوری که دیگر ها را مثلا رد میتید تو بفرش دادن تو رو با بفرش دی باید دیگر را میگیرید. پس این راه اختیار کرده. فقط در اونجا من نصیحت همچون از باب نصیحت بود. من قبول کردم. اون محمد بیا خودت مثلا همین چیزها را بیا نصیحتی محمد شریف. من فکر میکنم سینی سال شما کلانتر است والله عالم، یا که برابر هستیم، شاید برابر باشیم. گپ همینجا است که هر دو ما برابر هستیم، میتوانیم به هم دیگر تو بگیم، شما بگیم. احترام است، احترام یک چیزی دیگر است. لیکن گپ همینجا است که اون نصیحتی که به نام نصیحت بود او هم یک تلبیس بود. از جانب شما نصیحت نبود. شما بوزک گفتین، ما به او رد نمیکنیم، ما به بوزک رد نمیکنیم. ما شرعا رد شرعی ما گفتیم که ما خطاگی شما را در مسئله العذر بالجهل گپ زدیم. شما ما را چرا خوارج میگین بگوین، لیکن بوزک گفتن این غیر شرعی. این انسانای طالب علم گپ گفتنش یک مسخره بازی است. نه من بوزک برای چی گفتم؟ حتی من گفتم که محمد به خودت نکش. همین سبت من همین قاعده نکردم. محمد شریف همین قاعده 3-4 بار قریب 10 بار این قاعده کردین، لیکن در درونش گفتن که مثل بوزک طولانی میشه. مدت ساعت یک شب شده است. من به خاطر اون گفتم که وقتی که شما قطعا که صحبت کردید قطعی
میکرد. اما یک طالب علم وقتی که مثلا موعد و موعد میپرسد، مثلا وقتی که این چیزا مثلا ثانیه وقت میگیره. فهمو گوش بکنین در همین مسئله من تسجیل کردم، من به یوتیوب گذاشتم در همین مسئله که حق شما. ببینید هر یک کس منهج بحث و مناظره خود دارد. من قطعی اونو میدونم که در کدام مسئله صحبت بکنم. من محمد جاوید صوفی قبوری را پیش از قطعی من بحث کردنش 2 ماه آموختم و او میدونم که به هر یک طالب علم اهل سنت فقط در بالای کلمه و از موضوع بیرون میشود. گرچند که من میدونستم که من عباره را خطا نکردم. خود شما دیدین که من موعد نگفتم. خود شما ببینین اول یک بار طریقه من خطا تا بگم ابو محمد وقتی گفتید موعد شما درست گفتید، اون کس گفت که موعد شما گفتید هر دیوه جایز است. انا میگم شما خطا کردید. احسن. اكو شما مرا پرسید که شخصا عذری بنده را میپرسین یا نمیپرسین که چرا من هم خیل کردم. من برای این کردم که او از جانب خودش سخناش گوش بکنین. او میخواست که در همین باره پافشاری کند و دیوانگی بکند و از موضوع بیرون شود و حتی در همین کلمه باطلش هم من و هم مشایخ ما رو طعنه زد. من میدونستم که این به همین کلمه شرمنده شد. الحمدلله من همون وقتش میدونستم که این شرمندگیش بتنش گرفت. الله اکبر من گفتم و بعد از این میخواستم من در بالای شرک زودتر بروم، لیکن الحمدلله ما خطاگش رو بیان کردیم و الحمدلله که کلمه رو ما خطا نکردیم که شما من نمیدونم چیکار میکردید. ما در نزد علما نشستیم همون ببینین ما شما را اگر نمیکنیم. شما وقتی گفتید دو وجه جایز است ما در تعجب نه ببینید چرا شما بگین که چرا یک کلمه ای که در حالت مناظره می شود من او رو میخواستم که این موضوع رو بالکل محکم بکنم برای موافق شدن اون که باک ندارد. موعد بگو، موعود بگو، گرچند که در نزد من باطل است لیکن بگو او قبوری است. اجازت نه اینجا ببینید ببینید برادر محمد شریف یک دقیقه برای من فرق ندارد که چی میگوید. من کلمه رو خودم 3 باره کردم. بله من میخوام که به بالای موضوعی که من میخوام صحبت بکنم شرک میخواستم به بالای همون برم و اونا میدونست که ما درباره شرک صحبت میکنیم. شاگرداش از من پرسیده بود، اونها از موضوع به همین خاطر گرفتنی شد. لیکن الحمدلله الله سبحانه و تعالی مکرشون رو به خودشون زد و من در اول فهمیدم که کورین در همین کلمه بیزیب است و چندین کلمه دیگر لیکن باک ندارد. این موضوع یعنی همون موضوع نیست که مثل اصول دین باشه که شما فکر میکنم به خاطر یک کلمه موعد با کلمه یک موعد مرا خوارج نگفتید. شما به خاطر یک کلمه موعد مرا خوارج نگفتید. چرا خوارج گفتید شما؟ هر سنه بر ابو محمد که هر سنه بر ما مقصد این است که ما تو طالب علم هستیم هیچ نباشد باید مثلا در موارد مثلا کلمه عربی را تلفظ کردن هیچ نباشد باید درست باشیم. نه اقل شی وقتی غلط که میکنم موعد شما باید وقتی اون میخواد شما رو در کلمه موعد بقبد شما او رو در موعد بقبید. از قرآن دلیل رو بیارید که موعد نمیشه تو موعد است. یکم مثلا و دوم مثلا من چند بچه‌ها سوال کردن باور که من تا وقتی که همون دوم ثبت محمد جاوید که اقرار کرد که من غلط کردم گفت تو همون زمان من فکر میکردم که محمد جاوید میخواست شما را صرف چقدر دانستن تو امتحان کنه. الله شاهد است من همین فکر کردم. حتی بعضی بچه‌ها را گفتم گفتم که همین محمد جاوید میداند که همین موعد است لیکن ابو محمد امتحان کرد. ابو محمد وقتی گفت دو وجه جایز است غلطی. نه اینجا نه ما خوب میدونیم اینا را برای همین ما اهمیت ندادیم برای اینکه او بدونید کلمه را اولها گفت. ببینید باز کلمه دیگر را اولها گفت. ابو محمد گوش میکن این فکری من است میگم. من فکر من او را من کار ندارم. فکری من میگم که همین طور من فکر کردم. فهمو؟ اما وقتی که اعلان کرد که من خطا کردم پس من گفتم فکری من غلط بوده است و اون بیچاره از نه از سر ببرده که نبوده است. انا کنون ببینید فکری بنده رو میخواید بشنوید. من چی فکر کردم؟ من فکر کردم که تمام این قبوری خبیث در اینجا شکست خورد. من نمیخوام که درباره این کلمه زد و خورد زیاد بکنم. من در همینجا گفتم که تو جاهلی، تو زبان عربی نمیدونی، تو جاهلی مرکبی. گفتم رفتم به سوی شرک برای اینکه من میدونستم که این کلمه برای خودش گشته و برگشته یک مثل یک دره با شبتش میخورد. ما رفتیم به بالای شرک و یک چند کلمه دیگر و اینجا خطا کرد و من به خودش با یک بار دیگر یک مراجعه کردم که از این خطاگیاتم بازگرد. لیکن اونها معروف است صوفی قبوریان. ما در این مسئله
من طریقه خودم در مناظره دارم و یک انسان طریقه خودش در مناظره دارد. من با تمام راه میخوام که به بالای موضوع بازگردم و میخوام که در بالای موضوع صحبت بکنم و به شما هم پیشنهاد میکنم برای صحبت من شما طولانی نشدن. من هم نمیخواهم، باور بکنید، من هم نمیخواهم که مثل شما کسانی که طالب علمانی که مقصد شروع نکردین مسئله را به شما شروع بکنم، لیکن این مسئله را کشمکشی را ما شروع نکردیم، برادر شما شروع کردند و خود شما وقتی که فتوا دادین که وقتی شما کسی را که ردیه میدید نام خود چه بگیرید؟ من چه نام میگیرید؟ برای اون که شما هم در همون عقیده هستید، لیکن پیشنهاد شما خوب است، پیشنهاد شما خوب است که همون بگیرین، لیکن مردم که برادر شما را نمیشناسند، محمد طاهره من خواستم با همین طریقه شما شناسش بکنم برای اون که شما را زیاد میشناسند. نه این در ارز یک است، در ناموس یک است، میگم در نام یک است، خیانت است. نه ببینید فکری شما، عقیده شما، ببینید به من بچه ها برادرها همین چیزی که شما گفتین به من روی میکنن. شما خودتون در ثبتاتون در یوتیوب هست که گفتین، کمی پیشتر هم صحبت کردیم، گفتین که مشرک کفر نو میتیم، عین نمیتیم، اگر حجت رسته باشد میتیم، حجت نرسته باشد نمیتیم. فکری ما نمیخیل نیست و همین در یوتیوب هم دارید شما جهل به این مسئله است که مسئله اختیار به خودت است، فهمو اختیارت است. میتونی که مثلا چرا از شما در طایفه بدترش است، فهمو از شما در طایفه بدتر این خوبیو است، یا که خوبیو در طایفه بدتر بو شیعه است، از شیعه‌اش در بدتر بو ملحده است. زیاد طایفه هستن، ما مکلف نیستیم. من در با شما در حیرت میمونم که شما خوارج تو به حال ندیدین، تو به حال خوارج ندیدین. ما مثلا یک چند خوارج صحبت کردیم، یک چند خوارج توبه کردن، اهل سنت شدن، اونها الاصل فی الناس کفر میگن، اذا کفر الحاکم کفر المحکوم میگن و غیر ذلك. ما الحمدلله نداریم، ما تکفیر بالعموم نداریم، لیکن ما تکفیر بالعین داریم و در شروطش و در حالت ثابت شدن شروطش تکفیر عین داریم. و در مسئله شرک اکبر صداتون قطع، یعنی همین در حالت صداقت شدن گفتم که ما خوارجی خوب میشناسیم که کفر بالعموم میکنیم، ما کفر بالعموم نمیکنیم. الاصل فی الناس کفر میگیم، ما نمیگوییم و دارالکفر باشد همین انسان دارالکفر است میگن. ما فقط ما را چرا خوارج میگیم؟ ما چرا خوارج میگیم؟ ما میگیم کسی که به شرک اکبر واقع شد این انسان مشرک است. اگر جاهل باشد خون مالش حرام است، لیکن معذور در روز قیامت این امتحان میشود، یمتحن. و ما به این سخنمون علمای کلمه جاهل از ذکر نمیکنند، مشکلی در همین است. به هر صورت ابو محمد بله ان شاء الله ابو صحبت میگشتاش استوده است. بله ان شاء الله ما کردم، ان شاء الله صحبت هم کردیم و ان شاء الله توکلتون علی الله. و هر وقتی که و اونجایی که من در صف گفتم ان شاء الله و بازگشتید اون چیزی که اعتقادایی که ما اهل سنت و جماعت داریم به مثل پیشواهای ما ابن باز و شیخ تیمی و شیخ ابن تیمیه رحمه الله تعالی و محمد ابن عبدالوهاب، اینها پیشواهای ما اهل سنت و جماعت است. من فضل الله قطعی که از کتابای اینها درس کردم و برای مردم از اینها صحبت کردم. احسن باور کنید بهترین محمد شریف که درباره چیزی که گویا که ما محمد ابن الوهاب و ابن تیمیه را خوارج میدونیم، این حاشا و کلا باور بکنین بهترین سخن کردین که ابن باز و علمای گفتین. من به شما یک کتاب‌های ابن باز در مسئله العذر بالجهل و التأویل ارسال میکنم. خیر اگر خواهین یک مطالعه بکنین که همون شیخی که شما قبول میکنین چی میگوید. بله من دارم کتابش چند تا. نه مسئله عذر بالجهلش دارین، شیخ فوزان عذر بالجهل، شیخ مسئله شیخ محسن العباد حفظه الله شیخونه داره شما که در مسئله کسایی که شرک اکبر به واقع میشوند و کفر اکبر به جاهلان واقع میشوند. اهل فتره میگن. اما چیزای الکترونیک دارم، حتما که اگر وقتای ضروری به اینها هم نظر میاندازیم و مطالعه میکنیم. نظر بکنین چرا که جایی که ما را خوارج میگن ما سخن امنو را میگیم. برای همون گفتیم که ما را خوارج بگیم ما سخن امنو را نقل میکنیم و خوارج گفتین شما. ابو محمد اینجا مشکلی بین من و شما و این چیزایی که هست فقط در تکفیر عام و تکفیر خاص است. و تکفیر عام در چیزی که من در اون صاحب گفتم که ما سحر کفر میدونیم، اما یک سحر معین بیارد تا اگر که نه سحر در نه شما اونجا زیرکی کردین سحر مسئله شو وردین. خود شما خوب میدونین که در 10 شکننده اسلام یک مسئله که فيه تفصیل و کلام و تفریقات این مسئله سحر است و باقی مونده 9 دیگر مسئله است و ما کفر عین میمونیم و از همون شیخ
ابن باز و شیخ فوزان و شیخ صالح، آدم‌های زنده، صالح آل شیخ، شیخ مثلا محسن العباد، کتابشون به شما کفر عین به ارسال میکنم. ان شاء الله مراجعه کنید، به شما هم دیر شد، به منم دیر شد، ان شاء الله با در تماسیم. من فکر میکنم فردا با یک صحبت میکنیم، پس فردا کم کم صحبت کرده میسیم ان شاء الله. الله نگهتون داره. شما را الله. تلفنتون جواب معذرت میخوام که تلفن من غالبا این چنین است. بله منم غالبا تلفنم خیلی که امروز دیدین یک بار دو بار زنگ زد نشد، من زنگ زدم که شما مشغولین. اگر که من زنگ زدم برداشتش خوب، بس شما زنگ زد من برداشتم، یک کمی صحبت هم میکنیم ان شاء الله. خیر است ان شاء الله، خیر است. الله يسلمك. بارك الله فيك. امين امين امين. اللهم ارنا الحق حقه وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ان شاء الله. آمين. حياك الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.